من گفته شدم مادر عزیز نکنه چونین خطا. ببین زنک تاجیک گرفته کورپا و کورپاچه را در детский площадка جایی که کودکای عروس باید بازی کنن کورپا و کورپاچهش پرتفته. زنک ارس گرفته سیومکا کرده در گروپاش پرتفته. در گروپاش پرتفته. که اینا ببینه میگرانت همین خیلی. من گفتم مادرها چونین خطاگیو نکنه. این نواری من شاید یک 100,000 دید 200,000 دید. اما ای همین 100,000 ده زنکم اگر ده مادرم عبرت گیره من الحمدلله میگم الحمدلله میگم بکدم خاطر آنه که یا مادر میفهمه دیگه کورپا و کورپاچش نمیپرتویا در بیرون برادرها میبینن گوسپند نمیکشن دیگه. آخه تلخی بچه گودک یارس میکفه وقتی خونه ده در بیرون میکشی. حتی ما ده وقت در شهر کراسنویارسک گورودکانسک کار میکنیم گاوی هم مسافت گوسپندش میخردیم میگو در اینجا نکشه بری در اینجا میکشه بکشه در پیش من نکشه من میترسم ای خون میترسم. با کودکای و گوسپند گرفته ان میقدر تاور گرفته مایده کرده شده تلخه یا میکفه میگه پد چی گپه نه بیگزور حوز من بعد میبینه بیگزور گنده میکنه بعض نیپراویل نمیفهم نه من اونجا هم داون نوارم قید کردم که شاید این مادر که چونین کرده است از نفهمایی کرده است. اما مادرها چونین خطاگی نکنی کورپا و کورپاچه یا کودک شاید تر میکنه مقصد ما هم کودک داریم که یعنی این شاید از نفهمایی کرده شاید این میگیره میروه چیکار میکنه اونجا میپرتویا جزیر میکنه. نو مقصد از این پس زدن ملت خود نیست. دیستیوی تیل این کاری بد است این کاری جزیر است که یعنی در دولت بیگونه در دولتی که از این چیزا نفرت دارن در این دولتی که حوزی نسبتی این همین ملت تاجیک میگرن گفته پست بلندی میگن گفته صدا نکنی من بد نگفتم بد نکردم من با خدا بد تماما نکردم. من گفتم مادرها از این چونین خطاگی ها نکنی با خاطر الله چونین خطاگی نکنی کورپا و کورپاچه را نپرتوی در بیرون و افتاو میکنیم البته به هم خاطر الله صبر مبتی الله کنه که وطن آباد کنه و آهسته آهسته همونجا کشیده رویم. دعا کنه که پروردگار کارهای خوب وطن ما بای شود وطن ما مقصد تنج آباد شود وطن ما کارهای خوب پیدا شود که آهسته آهسته مادران برادران روان. مقصد من همین قبل دوستان عزیز به خاطر خدا من بد نگفتم بد نکردم. دعا کنه پروردگار. ببینید دوره کرانتین بود وقتی کرانتین شد تو یک خیلی تا 150,000 چیکار کردیم بلیط خریدیم پردیم تاجیکستان رفتیم گجو رفتیم تاجیکستان. وقتی که پوتین اعلان موبیلیزاسیا کرد حتی گراجدانیامو گرفتن که جنگ نبرن گجو تاجیکستان رفتیم. برای چی ترکیه نرفتیم برای چی ازبکستان نرفتیم؟ ما تاجیکیم وطن آباد داره باید تاجیکستان بریم. بعضی خدا نشونته برادر افغان ما اگر که بامجا باشن بشنون سختشون رسه بعضی محل در یگان جو سختشون مینن نمیتونن گجو برون برای که در دولت جنگ طالبا خیلی کانفلیکتی بین و یا ما با دولت کار نداریم اما بیچاره نمیدونن گجو برون. ما باید شکر کنیم به خدا. من لیتسمیره دوست دارم کنلیسی نمیکنم اما ما شکر کنیم که وطن آباد داریم یک مشکل در مهاجرت میشه چیکار میکنن گجو وطن خودمون میریم. من گفته شدم ها در وطن در قشلاق ما همون صغیرها قشلاقیم در قشلاق کلام شدیم دادر مشاو اگر تر میکرد مادرمون میگریف همون کورپاچه اگر گروب مشاو میزیدگی در سری سنگ افتاد میکرد در روی کوچی افتاد میکرد در سری سیم و در روی نوک سیم. اما اینجا دیگر دولت های باید پافه نای بافه نای با یگان قور بالا دادرنی همون خونه چیکارش کنیم همه اقل کنیم تا در بیره نبروریمش. میدونم اینجا نگاتیو بسیار میکنن گپی بعد بسیار میگن الله دردتون نبینم نه خیتیروتان نه برادراتان نه خواهرایی که اینجا منو گوش دارن بعدم هست در اینجا نیکم هست دشمنم هست دوستم هست. دشمنی اسادی شما دشمنی من نیست یگان تا شما را یگان کس دشمن نمیشمارم به خاطر که دشمنی من فقط ملت یهود هم دجال است. یعنی که اسرائیل دشمنی مسلمانه تمام تاجیک با تاجیک دشمن شده نمیتونه ما ضرر میرسونه بعضی محل برای سیر اونا مسلمانیم تاجیکیم در جونه در جو چیکار می‌کنیم به هم خاطر برادرها من میگم دردتون نبینم وقتی درد در وجود میبیاید همچنین چیزها را میبینی بعد چیکار میکنی شاید بعد هم محل بگو یک بابا جان بود گفت میگو همین گپاش راست بودن